فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آزاد نمودن سودیه‌ها. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سعیدزاده مرضیه فیضلی از وظیفه معاون رئیس سود شهر دوشنبه، باباخانزاده اسام‌الدین از وظیفه معاون رئیس سود شهر دوشنبه، امانزاده نماز شریف از وظیفه سودیه سود شهر دوشنبه، شکرزاده نظرالله تغیبابا از وظیفه رئیس سود ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان، شیرزاده جورابک سنگین مراد از وظیفه معاون رئیس سود ولایت سوغد، قربانیان سفرعلی علی خان از وظیفه سودیه سود ولایت سوغد، دولتزاده اسماعیل رحیم از وظیفه سودیه سود ولایت سوغد، نظرزاده دوران قوت از وظیفه سودیه سود ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، برازاده زمرد محرمیان از وظیفه سودیه سود اقتصادی شهر دوشنبه، سعیدزاده زلفیه سعید از وظیفه سودیه سود اقتصادی ولایت ختلان با سبب به کار دیگر گذاشتن آزاد کرده شوند. عالمزاده رفیق جان رحمت از وظیفه سودیه سود شهر خوجند ولایت سوغد، اشورزاده علیشیر از وظیفه سودیه سود ولایت ختلان، سعیدزاده میرزاخان دولت از وظیفه سودیه سود شهر حصار، میرزازاده فیض‌الله میرزا از وظیفه سودیه سود ناحیه رودکی با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن آزاد کرده شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 29 ینوری سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آزاد نمودن گریززاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم گریززاده امید با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 29 ینوری سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه یاوانی ولایت ختلان آزاد نمودن شریفی. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم شریفی بختیار محمودزاده با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه یاوانی ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 29 ینوری سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان آزاد نمودن رحیمزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم رحیمزاده سفر محمد عبدالرحمن با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 29 ینوری سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره از وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان آزاد نمودن ولیزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم ولیزاده اکرام‌الدین سراج‌الدین با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 29 ینوری سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ینوری سال 2025 درباره از وظیفه معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سفرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سفرزاده دلشاد غنی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امیرزاده محمود حمید با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه سردار ریاست رشد انفراستراکچور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه، 29 ینوری سال 2025.
فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه تعیین نمودن گریززاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم گریززاده امید اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه سینای شهر دوشنبه تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تعیین نمودن سفرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم سفرزاده دلشاد غنی اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان تعیین نمودن ولیزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم ولیزاده اکرام‌الدین سراج‌الدین اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه یاوان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین نمودن امیرزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم امیرزاده محمود حمید اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین نمودن خالزاده. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم خالزاده محمد شریف محبت اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه کوشانیان ولایت ختلان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 январи سال 2025 درباره معاون رقمی رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن شکرزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند شکرزاده اسفندیار شکور معاون یکمی رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مومینزاده کمال‌الدین رمضان معاون یکمی رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 29 январи سال 2025.